گداریا رادیو رتزش مسکوی دکن. سلاف او دم و بخیر گدارین دلال. رادیو رتزاند کارن ببین تو رو اینترنتی بوی ناونی شانه مالپر رتزه نقطه کم. ایرو شمی 15 دیرمهیه. گداریا دنگو باسن گرینگ ین بیافته بکن. روز دوشنبه دیرمه شنبه هریم کردستانی بن سرک هریم کردستانی مسعود بارزانی گیشت بروکسل پایتخت بلژیکای. آرمانجا شنبه کردستانی اف بکش برپرسین اروپایی را بحث پینگاوین رفراندوم باشوری کردستانی و مافین گله کرد بکن. هر و دخواست پشگریا بیواجه رفراندوم بکن. دوشنبه 11 دیرمه شنبه هریم کردستانی یاد من سرک هریم کردستانی مسعود بارزانی بروکسل دا گل سرک هریم فلاندرز یا بلژیک جوینک پیکانی. پشت جوینی سرک هریم فلاندرز روزنامه‌وانان را گفت امروزه بریار گلی کردستانی را دگرن. اوی هر ودا کفشی اگر کدش بو سرخوابودی گاوان باوجه دویم قبول بکن و رزیلن بریاری بگرن. شاندنا نونرانش بو چافدیریا رفراندومیجی دست حکومت بلژیکایی دایه. سرک هریم کردستانی مسعود بارزانی جیرا گیاند برپرسین بلژیکای آمدن چافدیران بشینه بو شوپاندنا پیواژوی رفراندومی. هما بیروجی سرک هریم کردستانی مسعود بارزانی و شاند انجمن بلند یا رفراندوم کردستانی برگه پارلمانتوی یکتی اروپای بروکسل گل هجمارک پارلمانتارین و یکتی جویان. مسعود بارزانی دوی جوینا برفردا گوتارک پیشکش کرد گوتار خدا بحث پینگاوین هریم کردستانی بو ساسکرنا رفراندومی و سرخوبون کردستانی کرد. سرک بارزانی پشت جوینال گل جگری سرک وزیر بروانی و هجمارک ادن ین برپرسن حکومت بلژیکای دخینی که چپومنی دو گوت بو جوینو ما پر باش در باز بو. ما پیامو گل کردستانی گیاند دوستن خواهین بلژیکای تفهم کردن که پر باشه بود سپاسیا وان هلوست وان پر دوستانه بود. سرک وزیر هریم کردستانی نیچیروان بارزانی دخواست ولایت کردستانی و همو عالی هیزن سیاسی کردستانی کرد کاش بو سرخستن رفراندوم بخابتن او داخیا کردن. رفراندوم یا تو پارتی کنینه او کس نکاره خوابه که خودیوی. دوشنبه دیرمه مراسم چل روزی کوچ داویا سکرتاری بری پارتی کمونیست یا عراق عزیز محمد فولیری هات ساز کردن و سرک وزیر هریم کردستان نیچیروان بارزانی جی دیدا آمده بو او گوتارک پیشکش کرد. نیچیروان بارزانی گوتار خدا پس رفراندوم بو سرخوبون باشوری کردستانی کرد و دخواست ولایت کردستانی و همو عالی و هیزن سیاسی کردستانی کرد کاش بو سرخستن رفراندوم بخابتن. نیچیروان بارزانی دست نشان کرد و رفراندوم بخوال حکم کردن نشه بلبونا نو مال کردستانی. بو بی یکیجی دخواست میدیا انکر رولک ارینی ببینن و خلقی رفراندومی دل سر نکن. یکشنبه دیرمه صلاح الدین سرک هریم کردستانی مسعود بارزانی پیشوازی نرین تایبتی ی سرک آمریکای تفپیمانی نادولتی دژی دایش دا بریت ماگگیرک و شانده که پیرا کرد. سرکتی هریم کردستانی درباره جوینی دا دخینی کلمیس کل مالپر خواه بلاف کریه و تدارو گیان دیه. تفدیدن دا مسعود بارزانی و بریت ماگگیرک سر رفراندوم باشوری کردستانی سر رفشا میدانیا انین شهر دژی تروریستن دایشی الموصلی و ناغا پشت دایش گوتو بیش کرن. ماگگیرک رولا هیزن پیشمرگین کردستانی و همان هنگیل گل هیزن پیمانان و ارتش عراقی تکشکناندنا تروریستان و اپراسیون آزاد کردن موصلی دا بلند خواند و تکذیر سرویکی کرد که هبونا همان هنگیا یاد نابر پیشمرگی و هیزن پیمانان دستکتنا که مزن پیکانیه. الگوری داخلی هر دوی افدیتنی دا سرک هریم کردستانی و نونری تایبت یه سرک آمریکا تفپیمانیا نو دولتی دژی دایش دا رفش سیاسی و اولیه سوریه و هولین آمریکا و هیزن دنج بورزگار کردن رقای نرخواندن. هر سر مجرا رفراندوم سرخوبون باشوری کردستانی دا هر دو آلیان تکذیر سرویکی کردن که درباره وی مجاری دا هر دو آلی سر پیوندی و شورین پیورا بدوام بند. تفجير قرآن وكملة إسلامية كردستاني دبيجن بلا رفراندوم سرخوبون كردستاني ورا باشخصن يجي رفراندوم البجارتن جيشتي هبرا بين كرن أميري كملة إسلامي علي بابير حفتيو بوري البجار السليماني برايدرين قرآن را سر رفراندوم جويا بشتي جويني هر دو بارتيون داخلينيك هبش بلاف كرن داخليني دواتيه گوتن که سرخوبون موافقی روایی گل کردستانیه لسر انجام دادن رفراندومی هنگ گلین وانه قرآن وكملة إسلامي دخواست کردن که رفراندوم سرخوبون کردستانی پشتی البجارتن گیشتی بکرن یانجی البجارتن گیشتی را بکرن. وان هر دپارتن هر گوتن بلا ایدی موچه ولاتین نه کم کردن و رفش جیان وانجی به باش کردن. هر وقت پارلمانتوی کردستانی جی به شرط و مرج واره اکتیف کردن البجارتن جی دم خدا بین کردن. البجارتن گیشتی ین هریم کردستان ایسال معمش داریه لی رفراندوم جی روز 25 ایلون ایساله.
یکتیان اجتماعی کردستانی و یگرتوی اسلامی کردستانی راگیاندن بریو 25 ایلونی گشتپرسی سرخوبون کردستانی یا پارلمانتوی حریم کردستانی به جلا کردن. اینکیش بود چرا سری پرزگریکین باشوری کردستانی دست سردان پارتی و حزب سیاسی باشوری کردستانی کرد. اینکه دوی چرچوبای دلگل پلیتبیرو یگرتوی اسلامی کردستانی هفدیتنک پیکانی. هفدیتن اینکه و یگرتوی دامجرا گشتپرسی سرخوبون کردستانی جی هاتیه گوتو بیش کردن. پشتی جوین هر دو آلیان کنفرانس که روزنامه‌نویسی دار خستن. اندامی پلیتبیرو اینکه جوین روزنامه‌نویسی داراگیان کد جوین دا تاسک و نخ پشتی شهر دایشی دبرش یان خلقی و پرس گشتپرسی کردی و هروا بالک شاندن سربیه که کدوی پارلمانتوی حریم کردستانی بریا گشتپرسی به اکتیف کردن. پلیتبیروی اینکه گردای بونو خواهی یا پرس رفریدو به تکیس کر او راگیاند. شاندک بو سردن و پدکی او تبگیره گران ده پیک بینن. گر دخینی پلیتبیروی اینکه مالپر فرمی یا اینکه دهاتیه بلاف کرن. اما جب ویه که تکرن که 13 تیرمه سرکاتیو جگری سکرتاری گیشت اینکه کستلت رسول علی جوینو اسایی یا پلیتبیروی اینکه سلیمانی پیکات. گر دخینی دوی جوینی دا رفش کردستانی او عراقی او سرکفتن لنبردایشی و پیشتای دن یه نوچه هاتیه گوتو بیش کرن و بریار سروان دخلان هاتیه داین کو وایه یکم کو پارلمانتو جی به اکتیف کردن و یاسا آنگو زاکون رفرندومی جی به دار خستن. دویم شان دکات پیکانین بارمانجو سردن شان اینکه یا دولت حریمی و بارمانجو گوتو بیشن درباره رفرندومی. جلال طالبانی کو بری چند روز جام سردانی که سردان ایرانی کربو ایواری پیش ما 13 تیرمه داویب سردان خانی و بگیری باجور سلیمانی باشوری کردستانی. میدیای اینکه بلاف کردن که طالبانی بریو فروخانه ندولتی سلیمانی و بگیریه. بری چند روز جام میدیان سربی اینکه راگیان دبو کل سرب خواندن و برپرسن ایرانی جلال طالبانی سردانی که چند روزی بو ایرانی دکه او دابون خیا کردن که سردان طالبانی بو ایرانی سردانی که دوستانیه که دیدب چند رای در وی ولایتی را هدیت نام بگن. الگوری میدیای ایرانی جی تیام معین طالبانی تهرانی دا وزیر تندرستی ایرانی سروکی پارلمانتوی ایرانی و کنسول فلسطینی تهرانی سردانو وی کرده. سرکمار عراقی بری و سکرتاری گیشتی اینکه روز هفته کانون 2012 بغداد راستی کریز مجیهات و رفش تندرستی وی خراب بو و پشت چند روز جنبو و گراندن جراسرین بجیشکی بو نخشکنایی که آلمانی هات شاندن. پشت دمکدش ورگرتن جراسرین بجیشکی و معین دبن کنترل بجیشکاندا طالبانی 19 تیرمه 2014 به گریه حریم کردستانی هر وقت جرأت کردن بو کنترل رفش تندرستیوی برن آلمانی و پشتوجی برن نمسای و ایلون سال 2016 جردن به گریه حریم کردستانی الگوری رای درن اینکه شینگی و رفش تندرستی طالبانی باشتره و جرب ستین سیاسی سردانو ویدکن. شان حکومت عراقی حتی حریم کردستانی و سر دابین کردن خدمتکاری و ولایی دبیرین رزگار کری گل رایدر حکومت حریم کردستانی جوینک پیکانین. شان حکومت عراقی کج وزیر پترولی و جگری و وزیر انرژی وزیر چاندنی وزیر پروردهی و سروک دیوان فینانسی عراقی پیک داد علی سرک وزیر حریم کردستانی نیجران بارزانی و جگری و قبط طالبانی و 12 تیرمه باجاری حوالی هات پیشوازی کردن. الگور دخینیا انجمن وزیران هر دو عالیه آنی نظام کج بو قانون کمیسیون که بش و همانهنگی بغداد و اولیری سر گوتو بیشون بردوانن. بردف که حکومت سفین زی را گیاند که شان بغداد هن پیشنیار و دخواست پیشکش کردن و بود هر دو عالی سر پیشنیارن دباخ و دمکنیزیک دو بریاری خو هفرو اشکره بکن. سردن شان بغداد دوی دمی دوی کش بروجو 25 ایلونی بریاری گشتپرسیا سرخوابونی هاتیه داین. سرک وزیر عراق هیدار عبادی کنترل کنه توی موصولی را گیاند. هیدار عبادی گل فرماندهی گیشتی یا هزین چکدار یل موصولی رزگار کنه توی وی باجاری علام کر و گوت هزین عراق یل موصولی سرکفتن که مزن تومار کرن. اوج گل دخواست کن که سرکفتن مزن یا هزین عراق یل بر دایشی بپارزن. هر با عبادی پیام خیال موصولی دا دیار کر دایش توامی داویات و موصول وان خوینا خورتن عراقی هات رزگار کرن. ارکی وان یا سرکشی پراستن گل عراقی و پیشکش کردن خدمت کاریانه. اجبر شر دایشی و هزین ولایی پرانیا موصولی ویران بیه. سرک وزیر عراق آمجه بیه که کرکوپیکاتوین عراق وی سرکفتن بلا سر بلند بن. هر وا اشکره کرکو وکردن موصولی دست بکریه. شر موصولی روز هفته جتمه 2016 دا اپراسیون هجر پیشمرگی دژ دایشی دست بکر. پیشمرگی کاری هیلا یکم یا دایشی تک بشکینه و پشت راه هزین عراقی قناق شر چکدارین دایشی کرن.
پیشمرگل سینورین کرکوک و نوچه دن دجی اگر ایریش دایشی و هزک دن چپرن آمده کن. دبه هبونو دایشی یل نوچه هویجی نب مترسیو دوبین یا سر کرکوکی اجبر وی یکیشی هزین پیشمرگه خوش بکنو خو پشت دایشی جی آمده کن. پرستنا هریم نو هاتنه کنترل کن برجی سرکیی پیشمرگه نه. پیشمرگه گفین هجدا شیبی و که زنگ دبینه که هیچی هنگ کمین میلیسی نو خزن سینورین باشوری کردستانی بیخون و قربانی وارد دیار کردن. فرمانداری انیو روزوی کرکوک دوی درباری دا جروداوی را گیاند. اجبو پرستنا باشوری کرکوکی اوون نوچین کو مترسیل سرن آمده کاری دین کردن اونا دخوازن وان نوچین بپارزن. درباری گفین هجدا شیبی جیبی گود پیشمرگه گلک دشمنن مزن تردیدیه. نها خاله نکوکی دنبال هزین پیشمرگه وجدا شیبی دا اپراسیون هویجه. پیشمرگه پلانو کنترل کنن بین نوچه آمده کریه. نرین پیشمرگه بجربون هزین هجدا شیبی که نرین و هلوست و هر کمک وان شیادن جداتره دیش قازانج زیادتر زیانی بده. نونری تایبت یه سروکی آمریکا تایپ منیا نادولتی و دژی دایشی دا بریت ماکگیرک دشاری دژی دایشی دا سرکفتل سر دایشی تو مار کریه. ماکگیرک وزارت برگری آمریکا پنتاگون کنفرانس که روز دوانی دراگیاند کنترل کنه مسئولی نوی و ته توی بونا دایشی. هفت منیا نو دولتی کنترل کنه هویجه تلفر دا هفکاریا هزین عراقی دکه. نونری تایبت یه سروکی آمریکا مجبور یکی جکر حتی نو نزدیکی 4 میلیون کس جبن دست دایشی نرزگار کردن 350,000 زاروک جی روشلات مسئولش خواندنی را بگریانه. ماکگیرک بود اپراسیون مسئولی دا هوان هنگی و لگل هزا پیشمرگه و هزین عراقی هبو. شش کچ دن ین ازدیل بجاری مسئولی هاتن رزگار کردن. هر شش کچ رزگار بوی گیشتن خزمن خواه. برپرس نویزگی رزگار کردن کردن ازدی حسین خواهیدی را گیاند که شش کچن کردن ازدیل مسئولی هاتن رزگار کردن او دیار کرد که 3 جوان خاقی تلقاسب و یدن جی خاقی شنگولن. هر و اوی اشکره کرد که 2 جوان کچان دمو که هاتن رزگار کردن بریندار بونه اونو رفت وان یان تندرستی باشه. دمو یریش دایش یال جی شنگولی دازیده 6,000 ازدی کتبود دست دایشی اون حتی نه 3,055 ازدی هاتن رزگار کردن و هیچی چرا نویس 3,000 دن ندیاره. کمرا اسلامی ایران جاره کدن نوچین سینوری ین هریم کردستانی تو باران کردن. اف جاره چاره که اف نوچش علی سپاه پاسدار و راستی یریش تو پاندن. دوان یریش انده هری کم کسی کی سیویل بریندار بوده. گلک زوی و ملک جی راستی زیانی هاتنه. چالکوانی کرد بیشن اف یریش وکی کاربردان ایرانی لمپری رشدبون و هریم کردستانی سر بریبرنا رفرندوم سرخابونینه. لیتی گفتن اگر خلق هریم کردستانی بجار سرخابونی بده بکو یکمین ولات که سرخابونی قبول بکه ایران بده که باندورا اسرائیل و عربستانی نوچه‌ای کم بکه. اجبر که واندو ولاتان باوین جدا راگیان دنه که اوی پشتوانیا دولت بونا کردهم بکن. تیوی دیساجی کمره اسلامی همو هفلا خود ده دکوره لبر سرخابون کردستانی بگره. پشتی وانگیریش حکومت هریم کردستانی کنسول ایران الهودی گازی کرد و تیوی شرمزار کردن وانگیریش جیرا راگیان که حکومت هریم کردستانی علیه که شرط نابر پارتی روشلات کردستانی و کمره اسلامی دانینه و دوی دم دست گیریشن ایرانی جیبو سر آخر هریم کردستانی داوی بین. د توبران آتش ترکیه سرگندن افرینی دا 5 ولاتیان جان خوش دست داد و 15 جبریندار بون. هات گوتن که رفت هندک جبرینداران مترسی داره گلک زیانین مادیجی گیشتن هم ولاتیان. آتش ترکیه 6 تیروی و با یک توند دست توبران افرینی کریه و گفین در باسبون و حریم دخه. جالیدن وری ببریا افرینی دا خوش جواک نادولتی دکه کلمبری گیریشن آتش ترکیه ین سر دورین افرینی بیدنگ نمینه. سروکی دسته بروانی افرینی بجت عبدالرگیان دمو که روسی کتی افرینی تو بران ترکیه سر افرین و دور شیبا زیده بویه گوچی روسیا جمع خواسته کم افرینی را دستی رژیم سوری بکن. سروکی دسته بروانی افرینی کردستان 24 اشکره کرد روسیا دا خوش وانکریه اگر باجوری افرینی را دستی رژیم سوری بکن اوی تو بران ترکیه سر افرینی را وستینن. بجت عبدو گوچی وان پیشنیاز روسیا رد کریه و وان 5 سالان و رژیم سوری افرین درخستن و بخوا پراست دخواه دکن. دمه که ارتش ترکیه باید که روزانه گندن افرین و شیبای تو باروند که و گل چکدارین اپوزیسیون سوری آمده کاریا دست بکن اپراسیون که لشکری دجی افرینی دکه.
هفسروکاتی پارتی حریم دموکراتیک هات گویرتن شونو کاموران یکسک محمد اصلان بو هفسروکی دوی پارتی دی پیپل انقره کنگری خویا چریمین دارخست کنگری دا بیک لیسته البشارتن هات کرن و شونو کاموران یکسک محمد اصلان و سبهات بونجل بون هفسروکی نوین دی پیپل دنگدون دا سه چل یک دلیگان دنگ خواه کارانین و چل کس بو مجلس پارتی بجارتن هر وقت کنگری دا دسته دیسیپلینی جهات بجارتن باکوری کردستانی نوچه چلی یا چلمیرگی گریلای پارتی کارکرین کردستانی یریشین برگه لشکری یا ترکیه کرن دنجا ما یریش دا لشکر کشیان خوش دست و دو لشکر جبری دار بون لگور دخینی پرزگه چلمیرگی نوچه چلی دا یا باجار چلمیرگی دجی برگه لشکری یا سینور شالی گریلای پکیه و یریش هاتیه کرن دخینی دا هاتیه اشکره کرن که دنجا ما یریش دا لشکر کشیان خوش دست دا و دو لشکر جبری دار بونه هر وها دخینی دا هاتیه دیار کرن که اپراسیون لشکری دومن نوچه شمزینان یا سرپرستگاه چلمیرگی باکوری کردستانی و بومبه که ودایی تقیاد انجام تقینی دا 4 ولاتی بریندار بون رفش 2 ولاتیان گرانه شمزینانی 4 ولاتین سیویلش بو برفتن پنجار درکتن زوزانان لیبلی پیل بومبه که ودایی کرن بیار دانی نیو را 7 کیلومتر نیزی نویندا نوچه شمزینانی زوزانگی قومی دمو قدغه درکت نادر و یال سر 25 گندوارن چلمیرگی جاره کردن هات درش کردن پرزگری چلمیرگی بری نهاد چرچوبای اپراسیون دژ پکتکی دا 25 گندوارن چلمیرگی وکی حریم اولکاری این تایبت راگیان دبو و سردن وان گندوارن جی ولاتیان را حتی ایرو قدغه کربو پرزگری دمو قدغه جاره کردن حتی 27 تیمه درش کرد پرزگری داخوش ولاتیان کرد کو بندی حشاری بند نویندا راگیاندن و چپمنی یا هپگی دیار کرد که چلاکین چلمیر و درسیمی یلدجی آتش ترک دهان پلیس و تیم تایبت هاتن کشتن هپگی دیار کرد که شمزینانی هر کیم 11 گوری 12 و درسیمی جی کیوانی 4 پلیس هاتن کشتن ده ترمیه دا بالافرین شهر ین آتش ترک گری شهید دجوار یا قاد آواشین سر هریمن پراستن میدیای بمب باران کریه هزین گریلو کلچوی تندورکی دربین گران ارتش ترک هستند گلک چک و چبلخانوین ارتش ترک سر لشکران را کرن نویند راگیاندن و چپمنی یا هپگی دا بوخیا کرن که روز 20 گلون تندورکی لدجی ارتش ترک وان دست پینگا و شورشگری یا شهید ارگش و شهید ایلم کرنه و دنجامی دا 45 لشکر هاتنه کشتن پارلمانتاری سوریه دویجه گر هیزن ترکی در بازی ناف افرینی ببن دی حکومت سوریه برسی بدش برکو اف یک بپیکرنا سرویریا وی ولاتیه برپرسه کی پارتی بایشیل شامی دویجه ترکیش پروژه فدرالی کرد ترسه که آمریکا جی بشتوانیا وی پروژه دیگه لما دخوازه در بازی ناف افرینی ببش بکو وی پروژه داوی بینه گفین وی داوی ین ترکیه بوسر هریم افرین یورجوای کردستانی گرنگی استراتژیک یا وی دوری در تخد نه سرانسری سوریه و الولات در دوری گرنگی افرین دالوزین سوریه بیای مجارکه روجاوی النوف پایتخت سوریه جی افرین جی خود نوف دخینی بر پسنداگرتیه پارلمانتاری سوریه جی دویجه در بازبون هزین ترکیه بناف هر دورک سوریه بمپیکرن و دجمنکاریه و دوی حکومت سوریه برسی و دج برکن نو به ترکیه سرویری سوریه بمپیبکه اکادمیسیون ولی کولینبوله کی نزدیکی سرکاتی سوریه جی دخوازی دیگه که هزین کردی دوری بن دست خود جاره کردن بدن دست حکومت سوریه و بی یکی جارسری هری باش بناف دیگه و دویجه ترکیه بو پیشواچون هزین کردی دترسه و نو خوزه هری مک آن دولت که کردی سرسینوری وی آوا ببه شاندری نتوان یکتی با کریز سوریه لجنوی راکیاند که سرکفتن گوتو بیشن جنوی پیوندی بجوینن آستانا وحیه. دمستور هروا گوت که سرکفتن جوینن جنوی مدرسین سر سوریه کم دکن هروا تکس کرد که هوانهنگی نابر روسیه و آمریکای باندور خو سر رفش سوریه هیه. و هوانهنگی نابر روسیه و آمریکای باندور خو سر رفش سوریه هیه. هروا استفن دمستور جنوی راکیاند افدجیب کارونینو چکن کیمیل سوریه نه. دمستور بس اپراسیون رقای رفش گیاندن آلیکاریان مرویل سوریه کل او گوت کنترل کن رقای دگلک پرزگریک جاره سر ببن. دنگ و باسین جیانی چهارشنبه 12 تیر به دف کی رخصتان دولتی کاربران بنابراین یا سرب نتوان یک بوی و اندری میاچک تونگری که روزنامه‌نی درگیاند که بازاری رقای سوری فیزیکی 50,000 کس آسیمانه و هروا دوی زودترین آلیکاری وان ورکرن هروا به دف کی رخصتان ناف دولتی کاربران بنابراین دازانی کشبر نبون اولی و رفش خراف یا وی بازاری و نافچه خارن کیم بی حجه آلیکارینه و دا کفشی تمنتمی دا جبر و خارن آوا پیست نخوشیل ناف ولاتیان دا بلا دبن.
Amerika pështonja ka bugohet të në sistema dhe slatë Irani ratgine u Iran gjiptun di bersivde dhe u të bëgjek ko ber përsin Amerika el berkhoda do akhëvën u të kezdike ko rajderin Washington el shuno dhe svadonin të koruborin valatin dëndo për zgrikin kha qara serbekën. Pështi do khenje waziri berevani Amerika e James Mattis ko go të bu em pështuani lgohet të në sistema siyasiyo Irani brojnë ashitjonën dhe kën të Irani ber tekni shondo. Waziri berevani Irani të korvedënë gotënin James Mattis dhe regiont, bëla Amerika likulinit se demin se rekejin për të rike në khodo bëke u të keskër dhe me kezu do është bëli lve shondëna këmeta në jo Amerika dhe sistema siyasiyo vi volatici rasti kjele krisor bëbe. Waziri berevani Amerika të fpivini ki dhe region të bu. Dnova khati Irani u dhe sloti dhe kris që bune u berëgji waziri dervoje Amerika Rex Tillerson region të bu, ko se të volativi përshkërjo ve guastono dhe slotin Irani po veke ashitjoje. Waziri berevani Amerika derbori guashkostani se khati Irani hashori do bu go të bu. Se të ko khati Irani bëkha bën govashi do ve bebe sedem ko khati lu dëgjë këto khoder keve. Le bëllo khati Irani bezone ko të përzgrik Amerika galvanine përzgrik tani dhe slotë kumaro islamije. Godorin Hijo e vëbu veshono dengu basin atjeki, shërë qërë për qenë këtëstoni u kordin dios për e hervo në qenë në metevi. Gjore këtë në artio të visal servi në vunishoni, bengjome në qenë atjeki, jo dengu basin mu jo radio reteze, emi rosti hepin. Me dekoru rivebro berno moj, Belos, Turkije. Hattoni veshono nu, bëmin në vëkhir u khoshedo.